به نام خداوندی که آب را آفرید، آب را آفرید تا مایه حیات و آبادانی باشه. هم یه جوری یادت بدم خیلی از آدمایی که تو این حرفه هستن حسرتشو بخورن. مأموریتش چیه؟ می‌خواستن یه نفر، یه کارگر بزنن اونجا بگه آقا شیر رو ببند. قدیما اینجوری بوده. از این سمتش میاد بیرون، نه اینجا توی کولر. بعد 2 تا پیس اینجا داره محکم می‌کنه، این میله با این کولره یا کولاره 7500 بود. پس اگر از شما پرسیدن میگید بله خونش میکنه، بهتر خونش میکنه، ولی در صورتی که بعد از 2-3 سال آبو که 1/3 یا 1/4 میکنید مشکل برطرف. بذارید از این میز جادویی من بیارمش بیرون. یا دو پلیمری البرز 18000. یه لحظه اصلا موندم. الان درجه هوا رفته بالا، هوا گرمه، داری از گرمش دنبال این هستی که یه جوری فضای کاری و محل زندگیتو خنک کنی. میخوایم بتره کنیم. بچهای تیم فنیمون یه دونه آب گرم کنه بوتان آوردن برای سرویس. گفتم شو باز میکنیم تا مبدل کاملا آزاد بشه. بعد از اینکه حالا مهره این شلنگ رو هم باز کردیم، برای راحت در اومدن این پیچ چارچوبی که این سمت هست، یه دونه هم اون سمت هست که مهره مبدل اینجا، اونا رو باز کنم. با باز کردن پیچ های پایین و بالا این قسمت چالیش باید سمت میله گاز قرار بگیره